امروز بر شما بعض از ربات‌ها را به معرفی میگیرم. ربات موتر است که این ربات توسط بلوتوت وصل میشه و میتونه که به بلوتوت و تلفن وصل میشه و راه بره. فقط لاین تعقیب میکنه، در گرد لاین میچرخه تا وقتی که لاین پیدا کنه دوباره در گرد لاین اون قسم میچرخه. سافتویرش با بورد وصل میشه، کدینگ میشه و کار میده با سنسور. به این شکل ما کار میکنه. امروز بر شما بعض از ربات‌ها را به معرفی میگیرم که با همراه شاگردان این ربات‌ها را جور کردیم. مثلا ما یک ربات جور کردیم، این ربات موتر است که این ربات توسط بلوتوت وصل میشه و میتونه که با بلوتوت و تلفن وصل میشه و راه بره. یعنی مثل که ما قبلا از این موترها داشتیم با ریموت کار میکرد، فعلا با تلفن وصل میشه، سافتویرش در تلفن اینستال میشه و بعد از او ما میتونیم که ربات کنترل کنیم. بعد از ربات دیگه داریم که ربات موتر است. این ربات هم فقط لاین فالوور میگنش. این فقط لاین خط تعقیب میکنه. هر چقدر که لاین باشه ما سنسورای کار گرفتیم که سنسورا لاین خط سیاه رو تعقیب میکنه و دم خط سیاه میچرخه. خط مستقیم باشه یا چرخش باشه دم خط میچرخه. و این ربات ها که از تمام هزینه‌اش از طرف مکتب قطرات نور پرداخته شده و سنسورایی که در ربات دیگه ما کار گرفته شده، ما آردینو بوردای آردینو را کار گرفتیم، سنسورا را کار گرفتیم، بلوتوت کار گرفتیم و با استفاده برقش از بالتی کار گرفته شده که ما میتونیم کم برقش مستقیما برش برق بدیم که برق بالتی خوب است که چونی در چرخش می باشه باز شاید از لاین برق دور شوه. به او خاطر ما کج بالتی کار گرفتیم و با ایشم از بطری کار گرفتیم که استفاده شود. ربات بعدی دیگه که ما داریم باطله‌دانی هوشمند میگنش. این باطله‌دانی وقتی که ما با سنسور پیشوری سنسور یک حرکت می داشته باشیم یک عمل تقریبا تا نیم متر کار میکنه، اتومات به شکل اتومات باز میشه سنسور ما. وقتی که باز شد پس دوباره مثلا شکم آشغالی چیزی انداختیم پس دوباره سر خود بسته میکنه. اینا باطله‌دانی هوشمند میگن که سنسور کار گرفته شده و همچنین از آردینو اونو کار گرفته شده، از بردای آردینو کار گرفته شده و توسط برقش توسط بطری برشون دادیم. و بخش بعدی ما یک خانه هوشمند میگه میشه. البته این ربات ما به این شکل است که سنسور هوا را ما برش نصب کردیم. وقتی که باران میشه بالای سنسور باران میایه اینجا بخش تناب هاست، تناب که کالا هوار می باشه مثلا لباس ها و چیزا، این خود به اتومات جمع میکنه چون بالای از این سنسور که باران میشه اتومات جمع میشه تناب های لباس ها. و ربات بعدی که داریم ربات پیش خدمت هوشمند است که این وقتی که روشن میشه میتونه که تمام راه بره و یک مثل که در رستوران ها هستن مثل یک گارسون وانی خدمت بتونه انجام داده. گفتیم لاین فالوور است، روشنش میکنیم و بالای لاین میگذاریم میره. فقط لاین تعقیب میکنه در گرد لاین میچرخه تا وقتی که لاین پیدا کنه دوباره در گرد لاین اون قسم میچرخه به این شکل. تا وقتی که به خاطر که در لاین بچرخه و بعد از او در استاپ خود برسه و در استقامت پس دوباره استاپ شود به این شکل.
این لاین فالوور است که انجام دادیم. و بعدی که براتون قبلا معرفی کردم رباتی است که توسط بلوتوت کنترل میشه و ما میتونیم سافتویرش با استفاده از سافتویرش ربات کنترل کنیم، چون توسط سافتویر کنترل میشه و چند قسمت میتونه یک دور بخوره. اول ربات روشن میکنیم. ربات ماست و سافتویرش است که باید دانلود شه و بعد از اون کتش وصل شه. البته سافتویرش با بورد وصل میشه، کدینگ میشه و کار میده با سنسور. به این شکل ما کار میکنیم. به این شکل چند جهت هم میچرخه و به این شکل کار میکنه.